درود شنوندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. امروز 9 اکتبر 2020 سال است. پرزیدنت های قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان یک اظهارات مشترک قبول کردند که در آن نگرانی جدی خود را از حوادث قرقیزستان حساب کردند. با همچون همسایگان نزدیک که با رشته‌های چندین نسل دوستی، همسایگی نیک، ارزش‌های مشترک فرهنگی و معنوی بسته مردم قرقیزستان را در این روزهای دشوار دعوت می‌نمایم که به خاطر حفظ صلح و برقراری ثبات در کشور خیرات خود را نشان دهند. گفته می‌شود در اظهارات مشترکی که پرزیدنت‌های 4 کشور توصیف کردند. در پیام خود رهبران دولت‌ها اظهار امیدواری کردند که تمام حزب‌های سیاسی و دایره‌های جمعیتی قرقیزستان برای تأمین صلح و آرامی در جمهوری سعی ضروری خواهند کرد. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان 4 اکتبر با اشتراک 56.5% رای دهندگان برگزار شد. پس از اعلام نتیجه ها در بشکک اعتراضهای طرفداران حزب‌هایی که به پارلمان قرقیزستان وارد نشده‌اند آغاز یافتند. در جریان گرد همایش شرکت کنندگان بینای پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرقیزستان را ضبط کرده، سپس سابق سرور دولت المازبک اتامبایف را از بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی رها کردند. بعدتر کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان انتخابات پارلمانی را به اعتبار دانست. در همین حال خبرگزاری 24 قرقیزستان سنه نو انتخابات تکراری را با استناد به کمیسیون انتخابات 6 نوامبر میگوید. خبرها را در دایره حوادث‌های بشکک ادامه می‌دهیم. پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف از 9 تا 21 اکتبر در قلمرو بشکک وضع فوق‌العاده جاری کرد. همین طور از ساعت 20 روز جمعه 9 اکتبر و تا ساعت 8 صبح 21 اکتبر در پایتخت قرقیزستان وضع فوق‌العاده جاری شده است. اما کارشناسان مسائل سیاسی از اجرای این طلبات خوشبین نیستند. قید کرده می شود که وضع فوق‌العاده در رابطه با وضع کنونی مربوط به خشونت و تهدید به حیات و سلامتی آدمان در نتیجه آشوب‌ها و تنها به منفعت حفظ حیات و سلامتی شهروندان جاری کرده می شود. معاون وزیر کارهای داخلی قرقیزستان المازبک اورازالیف کماندانت پایتخت بشکک تعیین کرده شد. کماندانتور بشکک حقوق بستن شهر را برای ورود و برآمدن، وقت کماندانتی، محدود کردن حرکت در راه، منع کردن چرابینی‌های عمومی، اخراج مهمانان، مقرر کردن حالت مخصوص کار برای کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها و نظارت وسایط اخبار عامه را بر دوش دارند. خبرهای روز رو مستقیما ادامه میدیم. میگذاریم به موضوع دیگر. در حال حاضر در روسیه 9 میلیون شهروند خارجی به سر میبرند که اکثریت آنها مهاجران مهنتی میباشند، گفته است وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکوفسوف هنگام جلسه شورای فدراسیه پالات بالای پارلمانی روسیه. معاون یکم رئیس کمیته شورای فدراسیه اوید به قانونگذاری کنستیتوسیونی و ساختار دولتی ولادیمیر پولتایف از وزیر کارهای داخلی پرسیده است که برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی چه کارها را انجام دادند. سناتور قید کرده است که ترتیب قبول کارگران خارجی صادر کرده می شود، اما همزمان بیکاری در بین شهروندان روسیه زیاد به چشم می رسند. با گفته ولادیمیر کلاکوفسوف در روسیه 9 میلیون شهروند خارجی الحال قرار دارند. در مورد مهاجرت غیرقانونی باشد، ما در این سمت با همکاران خارجی کار برده ایستاده‌ایم. واحدهای مهاجرت وزارت کارهای داخلی در سمت ترتیب به قیدگیری دادن شهروندی، اجازه‌نامه اقامت موقتی و یا اجازه استقامت در روسیه و دادن پتانت و اجازه‌نامه فعالیت مهنتی در روسیه با مهاجران مهنتی کار میبرند، گفته است وزیر کارهای داخلی روسیه. از جمله علاوه گردیده است که در سمت تأمین جایهای کاری قانونی و کم کردن مهاجرت غیرقانونی سازشنامه‌ها به امضا می‌رسند و در یک قطار کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل جلب متشکلانه مهاجرت به روسیه به راه مانده شده است.
برای پیشگیری از آسیب رسانیدن به منفعت‌های شهروندان روسیه، منطقه‌ها باید موافق وضع اجتماعی و اقتصادی، کوتاها و مقدار پاتنت‌ها را برای فعالیت مهنتی مهاجران معین کنند. علاوه داشته است ولادیمیر کلاکوسف، وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه، در جلسه شورای فدراسیون پالاتای بالای پارلمان روسیه در موضوع مهاجرت خبرها را ادامه می‌دهیم. در روسیه ماه اکتبر قاعده‌های نو برای خارجیان و شخصان به شهروندی که می‌خواهند صاحب شهروندی فدراسیون روسیه گردند به کار شروع می‌کند. از جمله آنها باید از قید حتمی ایزی انگشت گذرند. لایحه قانون درباره تغییر دادن قانون‌های فدرالی درباره شهروندی روسیه و این ثبت نام را ولادیمیر پوتین 13 ایول سال 2020 امضا کرد و آن طوری شده بود پس از 90 روز از سنه انتشار، یعنی 13 اکتبر مورد عمل قرار می‌گیرد. ایزی انگشت برای همه شهروندان خارجی که می‌خواهند شهروندی روسیه را به دست آورند حتمی خواهد بود که قبلا نسبت آنها به قیدگیری دولتی ایزی انگشت گذرانیده نشده است. یادآور می‌شویم که قبلا چنین رسمیات باید تنها برای گرفتن اجازه‌نامه استقامت موقتی، اجازه برای استقامت، پاتنت فوری به انجام می‌رسید. وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و مقامات حدودی آن وکالت دارند که عملیات ایزی انگشتان خارجیان را انجام دهند. باید قید کرد که ثبت ایزی انگشتان شخصان زیر سن 18 و مانند کودکان نابالغ باید در حضور نمایندگان قانونی آنها و ایزی انگشتان شخصان دارای قابلیت محدود حقوقی با سبب اختلاف روحی در حضور پرستاران آنها صورت گیرد. طبق اطلاع کمیته امور روسیه در نیمه اول همین سال 159,000 خارجی شهروندی روسیه را به دست آوردند. اکثریت اساسی از کشورهای آسیای مرکزی می باشند. در آغاز این رویداد از ازبکستان 28 تا از 6,000 نفر، قرقیزستان 19 و از 9,000 و از دولت‌های منطقه قفقاز 30,000 نفر، از جمله از ارمنستان 15,000 نفر شناسنامه‌های روسی را به دست آوردند. ادامه خبرها. مقامات مربوطه شهر مسکو برای برآمدن به کوچه‌های شهر شهروندان از 65 ساله بالا که قبلا به دلیل وضع کووید 19 توصیه داده شد که در خانه بمانند جریمه نخواهند شد. در این باره شهردار پایتخت روسیه سرگئی سابیانین در بلوگ خود نوشته است: سیر و گشت و تمرین در هوای تازه محدود نیست. این معنای آن را ندارد که ترک کردن خانه ویرانکنی طلبات شهرداری را به بار می‌آورد. گفته سرگئی سابیانین در پاسخ به سوال که ایرانسالان برای برآمدن از خانه جریمه می‌شوند یا نه. شهردار گفته است که با رهبریت پلیس شهر با درخواست خودداری از استفاده چاره‌های و جوابگیری حقوق ویرانکنی مأموری مسئولیت دادن ایرانسالان مراجعه کرده است. این نافهمی را پیشگیری می‌کند، اما در عین زمان در خاطر دارد که در مغازه‌ها، داروخانه‌ها، نقلیات جمعیتی و دیگر جایهای جمعیتی حالت حتمی پوشش نقاب و دستپوش‌جویی میباشد و این طلبات را باید هم ساکنان مسکو و هم مهمانان مسکو پورا رعایت کنند. علاوه داشته است سرگئی سابیانین. قبلا شهردار مسکو گفته بود که وضع کرونا ویروس در شهر مرکب‌تر می شود و توصیه داد که مسکوی‌ها از 65 سال بالا و آنهایی که بیماری‌های مزمن دارند در خانه بمانند. در همین حال استعداد فدرالی ضد کرونا ویروس روسیه خبر می‌دهد که افزایش همه‌روزه حالت‌های سرایت کرونا ویروس در روسیه بار اول پس از بهار به 12126 حالت رسید که در 85 منطقه روسیه به قید گرفته شده است. سطح از همه بلند سیرادیوبی در مسکو مشاهده می شود. شماره حادثه‌های اشکار شده آلودگی و کرونا ویروس در پایتخت روسیه در یک روز 3701 نفر را تشکیل داده است. در دوام یک روز 1424 نفر در مسکو شفا یافتند و 33 بیمار فوت دیدند. عموما در فدراسیون روسیه طبق اصول حساب‌کنی در 85 منطقه 1,272,238 حالت سیرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.